ذهن من هیچ وقت ساکت نیست. حتی وقتی هیچ دلیلی برای نگرانی وجود نداره باز هم یه چیزی پیدا میکنه تا مضطرب باشم. شبها خوابم نمیبره چون فکرها پشت سرم هجوم میارن. هر بارم با همون سوال تکراری، اگه این اتفاق بیفته چی؟ این نگرانی ها فقط توی ذهنم نیستن، بدنم هم خسته میشه. گاهی شونه هام از تنش میسوزه و قلبم تند میزنه. بعضی وقتا معده‌م هم درد میگیره. اصلا انگار اضطراب همه جا حضور داره. بقیه فکر کنن میشه به راحتی گفت فکرشو نکن، اما برای من این چرخه بیپایان رو نمیتونم جلوشو بگیرم. این نگرانی های من همیشه تو طول روز هستن، فقط شدتشونه که خارج از کنترلمه و همین باعث میشه که حتی کارهای ساده‌ام طاقت فرسا به نظرم بیاد. زندگی تو این حالت یعنی همیشه توی حالت آماده باش، انگار هیچ وقت آرامش واقعی رو تجربه نمی‌کنم.